هنوز داخل است؟ بله داخل است، تا هنوز بیرون نشده. حتما منتظر تاریک شدن هواست. من او را خوب میشناسم، حتما همین کارو میکنه. پس ما منتظر میباشیم تا یافتن کدام رد پای او را تعقیب میکنه. ما دیگه صبر کردن نمیتونم. هرچی میخواه شوه. اینقدر منتظر ماندی، کمه دیگه منتظر بان فریده. توبه دروازه را کی باز کرد؟ احمق، زنگ بزن تا هرچه زودتر از اینجا برو. بوره نیست؟ من قهوه بدون بوره نمیخورم. بگو چی شد؟ چی؟ تو خالی است ها؟ تو چی میگی احمق؟ قطعش کار نیستی. درست است من میایم. قطع کن. درست است میایم. نشو، باید منتظر باشه. اون تا اینجا نمیایه، حتما کدام هدف داره. هدفش معلوم داره، با ما بازی میکنه. ما از یخنش گرفتن نشانه دختر ما پرسان میکنم. اصل
اصل دروازه رو باز کن. بان که من دروازه رو باز کنم. دروازه رو باز کن. استاسیو ایره چی شده؟ شریف یک بار ببین نفس میکشه یا نه؟ زنده. فرار کرده. بلند شو. چرا من از بین نبردی؟ چرا نجاتم دادی؟ دلم برات سوخت. به خاطر دو زن احمق نمیتونم که قاتل شوم. حالا داخل برو. دو زن؟ همکار خال افسون کی است؟ اصل میشناسیش؟ بگی موهایت قیچی کن که مثل مردم معلوم شدی. بعد این لباس ها را بپوش. طرف ما سیل نکن. دیگر راه حل نداری. یا که میخوایی پیش خانواده خود بری؟ نمیتونم. پس باید این کار کنی. باید مثل مردا زندگی کنی. اگه با این چهره بیرون شدی به زودی پیدات میکنن. anne, çok üşüyorum.
hasret sor gibi yaktı yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne duyu sesini, anne bırakma beni. Hayat bir oyun gibi, belki umutlarımız vardı halbuki. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Yine bana kızım desen sarsan yaralarımı, düşünüyorum sen ayıplarımı. از کلگیتان انتقام میگیرم. کلگیتان جزای خود خود دیدین. ایره بناش در داخل کی بود؟ نمیفهمم، یک نفر میخواست مرا از بین ببرم. نتونستم گیرش کنم و آدم فرار کرد. یک بچه جوان بود، لعنتی مثل اسوار میدوید. طرف ما بیبی، تو چرا اینجا آمده بودی؟ او کی بود؟ ما تو را دیدیم، در کنفرانس مطبوعاتی آمده بودی. گناه من چی هست؟ آمدن به اونجا؟ ها؟ شاید به تفریح آمده باشم، در اصل شما چرا پشت ما آمدین؟ البته شاید تمثیل میکنین، شاید اون نفر شما باشه. به خاطر کشتن ما او را روان کردین. به خاطر کشتن تو نفر میگیرم ها؟ نه خیر، این لذت نمیمانم کسی دیگه انجام بده. بیبی مشکل ما آمنه و تو در کار دست داری. اعتراف کو و نجات پیدا کو. معذرت میخوایم، اما امروز شما به رسانه‌ها گزارش دادین. فعلا مخفی است، بعدا براتون معلومات میدیم. چی گپ شده؟ معلومات ندارین؟ دروغ میگین ها؟ بسیار زبان میکنی. الهش که شریف از خانم اصال دور شوین. گفتم دور شوین احمقا. حالا دیگه عجله کنین. طرف ما بیبی. شریف آرام باش. چی شد؟ بازم منصرف شدین؟ ها؟ میخواستن مرا از بین ببرین، میخواستن مرا بکشین. از ما دور باشین، اگه نه پشیمان میشین. اگه قبل از دور شدن من قدم بانن شلیک میکنم یا که تونم زنده نمیمونم. او دیگه از کجا پیدا شد؟ اینجا بیل و کلنگ نبود. لباسایشان بسیار خاکپر بود. حتما چیزی را میپالیده. او ما را فریب داد. او لعنتی فهمیده بود که ما تعقیبش میکنیم. در همین فرصته که ما منتظر بودیم و هم کاره که خود کرده. فریده تو همراه ما بیا. شما پشت سر ببینیم. اینجا را میپالیم. ببینیم کجا را بیل زده. بره.
زود باشه. کسی خواست مرا از بین ببرم. تو مطمئن هستی که قبر خالی بود؟ خالی بود خانم حسن. پس دختر کجاست؟ حالا به شفاخانه میریم. به عیادت خانم افسون. پس اینجا را کنده. نیست شریف، اینجا خالی است. این قبر خالی است. خدایا چرا این کارو میکنن؟ چرا؟ اگه سالده قبر دفن نکنم نام ما شریف نباشه. شریف کدام دیوانگی نکنی. شریف خواهش میکنم نرو. شریف ولیعهد خدا دیگه تحمل کردن نمیتونم. شریف ای خدا جان، این شانس مرا بیبی. کسی را که دوست دارم مرا دوست نداره و کسی را که دوست ندارم مرا دوست داره. قانون عشق همی از گنگا. تو همه قسم خاموش می باشی نه؟ فکر کنم کسی دیگره دوست داشته باشه از این خاطر مرا رد کرد. اگه قسم باشه دنیا را برش زندان می سازم. ببین ما عاشق او دختر شدم. یا یک جای میشیم و یا یک جای از بین میره. دیگر راه وجود نداره. هیچ چقدر چالاک بوده. اما تو بود که مرا ددام خود انداخت و همراهیم ازدواج کرد. فقط شما ددامش نفتیدن آقا کمال. هر کسی که او را ببینه بزودی ضررش هم میبینه.
خدایا من بسیار میترسم. شریف بدون ای که چیز بگوی از اینجا رفت. بسیار عصبانی بود، بسیار. از یک طرف با تشویش یاسین هستم. چند روز است که گم شده. آمنام عاقبتش مشخص نیست. حالا با تشویش شریفم باید باشم. نه خانم فریده، ای قسم نمیشه. او شیطان با تعقیب و تعقیب بازی دام نمیفته. باید یگان کار دیگه کنیم. درست است، اما چی کنیم؟ تمام نقشای ما نقشه براب شد. ما یک نقشه دارم. گوش کن چی میگم. لطفا آقا کمال، فقط شما ماندن تا کمک کنین. بهتر از چیز نگوین. نمیخوایم به شما کدام مشکل جور شوه. نه ترسن، زیاد خطر نداره. بیبی او را فقط یک قسم میتونیم که دادام بندازیم. یک وسیله شنود میگیریم و او را در اتاق یا دستکول اصل جای با جایش میکنیم. یک قسم هر کلمه که از دانش بینو شوه را میتونیم براحتی بشنویم. نظرت چی است؟ ها؟ خوب است نه؟ آقا کمال، اثر همراه قهرمان زندگی میکنن. همیشه از اون محافظت میکنن. پیش دروازشم خو همیشه محافظین استاد هستن. نکنن بلیاز خدا. در ضمن کدام ما داخل شویم مرا خو میشناسه، شما را میشناسه. همچنان شریف لطفا خیال پردازی نکنیم. خانم افسان چطور هستن؟ حال خوب است. بعضی وقتا چشمای خدا بازو بسته میکنم. عقل و فکرش سر جایش است. میخوای موضوع طلاقی که وجود داره او را از بین ببره. به نظر خود میخوای راحت شوه. عذاب و وجدان داره. حتما درخواستی را آوردین، همه تو نیست؟ خانم وکیل اوراق طلاق آوردین؟ متاسفانه نآوردیم خانم نریمان. اول خواستم که با شما گپ بزنم خانم. چیزی به گپ زدن نمونده. در تلفن به شما گفتم که اوراق طلاق بیارین. باید او را می آوردین که امضا کده حلش میکردیم خانم وکیل. خانم نریمان، من به دیدن خانم افسون رفتم، اما اجازه ندادن که داخل اتاق شوم. در این حالت چطور میتونه درخواست طلاق باطل بسازه خانم محترم؟ هر وقتی که خانم افسون ازم خواهش کرد باز وقت میتونیم که در این باره گپ بزنیم. به صفت وکیل حفاظت از حق موکل وظیفه‌ام است خانم. پس حق بچیم چطور میشه ها؟ یک مدت طولانی با یک قاتل زندگی کرد. دختر خدا از دست داد. میخوایی به پول صدا شوه خانم وکیل؟ شما چی میگین؟ آقا شریف قبل از امضا کردن باید در این باره فکر میکرد. خانم وکیل، افسون نبود، اصل بود. اصل افسون شده بود. همه چیز تغییر کرده بود. او امضا درست نیست. من او را قبول ندارم. من فکر نمیکنم که خانم افسون درخواست طلاق باطل بسازه. راستش نباید درباره این موضوع فکر کنیم. شما میخواین بگوین بچه میراث گرفتن نمیتونه؟ تا که خانم افسون زنده هستن به کسی میراث نمیرسه خانم نریمان. ایره شما باید بفهمین خانم. اما بسیار خوب میفهمم چه قسم جواب شما را بتم خانم وکیل. صبا خودتان آمده همراه من خود گپ زدید. بچه‌م این چای سرد شده. چای تازه بیار.
خدا نجاتم بده، او از ما بدتر است. یک روز من مثل این نشم. توبه خدایا. نترس جانم، فقط به عیادتت آمدیم. متاسفانه گل آوردن نتانستم، اما یک چیز خوبتر برات آوردیم. اگر میفهمیدم اینقدر خوش میشی زودتر میآمدم. به هر صورت زیاد مزاحمت نمیشم به خاطر که مریض هستی. فقط یک سوال میکنم، با من کمک میکنی؟ همه تو نیست؟ با من جواب میدی ها؟ شریک؟ توی را به یاد داری؟ میتونه از آمنه باشم؟ او دختر نمرده؟ از او بوده میتونه؟ جواب بده. انتخاب که دختره. هرچی که خواستم بگیرم. ها البته که میتونی. حتی 2 دانه میتونی انتخاب کنی. نام خدا کلان دختر شدی. ایره میگیرم. بسیار خوشم آمد. ها پس بیرم میگیرم. بسیار خوشم آمد. بیا دختره. از او هستی؟ دیگه با او ضرر نرسان. بسیار با تشویش او هستی؟ قلب آتش میگیره؟ با جای او جان تو رو بگیرم؟ بیازو میخواستی خودکشی کنی؟ کارت آسان میسازم. واه واه، ای کجا میخواه بره؟ میخواه چاکلیت ها را بخوره؟ مریض بخش جلد خطر است. دکتر صدا کنید. او افسون است؟ ماشین خاموش شده دکتر سید. او نباید حالا از بین بره. قبل از اینکه اوراق امضا کنه نباید از بین بره. این قسم نمیشه. بیا که با هم مسابقه بکن. درسته؟ میگیرمش. نمیزنی برای بگیری. دیگه بیا برای بگیری. نتونستی. حالا من چرا میگم
خدا مامان اینجا شده. بیا منو بگی. دیدی نتونستی. اینجا بیا قبل. بیا بگینه. شما اینجا چی میکنین؟ با گرفتن خیرودین بچه ما آمده. زنده میمانم، تا آخر زنده میمانم. تو را از بین میبرم اسد. چطور است امروز بهتر هستی؟ از خوابیدن در اینجا خسته شدیم. میخوایم که برم. تا هنوز تداوی خلاص نشده. چند روز دیگه هم تحمل کن. میخوای تلویزیون رو روشن کنم؟ اگر روشن کنین خوب میشه. اگر غلط درک نمی کنی یک سوال میپرسیدم. هیچ کس به دیدنت نامده. تو اقارب نداری؟ حداقل روز مرخصیه که همراهت باشه خوب است. تو باید برشون خبر بدی. من هیچ کسا ندارم. همه گیر از دست دادم. بعد از مدت ها تلاش های مشترک ما نتیجه داد. دختر ما آمنه زنده است. آمنه نمرده. من قاتل نیستم. فعلا آمنه کجاست؟ جلوی خطر بس بلخور بودن. ادعاها علیه مادر دومش حقیقت دارد؟ با افسون چی ارتباط داره؟ فعلا جوابهایی که به شما میتون کاداست. البته با گذشت زمان از همه چیز خبر میشید. آمنه صحیح و سالم است. پلیس تا روز محکمه از آمنه حفاظت میکنه. البته در این مدت تحقیقات ادامه داره. ما امیدوار هستیم که مجرمان دانه دانه دستگیر شوند. یعنی خانم افسون مجرم نیست؟ هنوز نمیفهمیم، دقیق نیست. یگانه مجرم او نیست. یکی به خانم افسون کمک کرده. به زودی پیدا خواهد شد. من باید همیاله برم. باید عجله کنم. صدای موتر است. چی میکنی احمق؟ بچه مردم کشتی. خودش خدا انداخت. گناه ما چی است؟ بیبی هنوز زنده است یا نه؟ مشنوی؟ جواب بده. تو رو میگم. نمرده باشم. نه نمرده، فقط یک دکه خورد. ای چه قسم دکه است که نه جواب میته و نه نفس میکشه ها؟ نمیفهمم، والا نمیفهمم. لعنت با شیطان.
حالا چی کنیم ها؟ همراه خود میبرمش، اتاق خالی خواهد. در یکیش مندازمش، وقتی با او شما رخصتش میکنیم. عجله کن، موتر بندازمش. متوجه باش. خوب است. ای کی است؟ رئیس داخل است. داخل است. گوش کن چی میگم. گوش کنی دانت باز نکنی. همراهش تکر کرده. از با این رفتار؟ دانت بخیر باز کن. جواب بده شریف، جواب بده. خدایا چرا جواب نمیده؟ جواب بده شریف، خسته شدم. انشالله که شریف باشه. شما هستین؟ شریف نامده؟ نه خیر، هنوزم تلفنش جواب نمیده. نمیفهمم کجا رفته. خانم فریده، ببینین که چی آوردیم. یک چیز آوردیم که کل ما رو به غم میسازه. دیگه از شر و شیطان راحت میشیم. اینه بیبی، یک چیز آوردیم که خودت بگوی آفرین. این دیگه چی هست؟ این پیش تو باشه، درست است؟ من از پشت دروازه گپ میزنم. دروازه رو بسته کن. بسته کن. امتحان میشه. از روبا به شغال. جوابت شغال. چرا جواب نمیده؟ حتما در جانم زدن. بگویم خدا چی کارتان کنه، مجبور پس ببرم. مشنوی؟ صدای نامت خانم فریده؟ آقا کمال، این وسیله شنوایی نیست. شما گپ زدن، من شنیدم. بله، میآید، صدایتون میآید. اما موضوع اصلی جابجایی ایده اتاق اصل است که امکان نداره. صبر داشته باش خانم فریده، کمی حوصله کن، چقدر زود ناامید میشی. تو چی قسم انسان هستی؟ هیچ شرم و حیا نداری؟ دیگه از جان ما چی میخوایی؟ برو گم شو اگه نباز. شما مرا غلط درک کردید. وقت خبر زنده بودن آمنه را شنیدم، خواستم اینجا بیایم و من از شما معذرت میخوایم. آمنه اینجا نیست. ها؟ از اینجا گم شو. آمنه نیست؟ اما اومده تلویزیون. کلش تمثیل بود، کلش دروغ بود. من دروغ گفتم، به خاطر پیدا کردن دخترم دروغ گفتم. حالا فهمیدی؟ او اینجا نیست، آمنه اینجا نیست، دخترم من پیدا نکردم. با هم دیگه یک جایی شده مرا از بین بردن، مرا تباه ساختن، دخترم من کشتن. تو او اصل شیطان مادر دومت، خانواده من از بین بردن. باور کنیم که من بسیار پشیمان هستم. فکر میکردم در زندگی مرگ وجود نداره، اما
وقتی که به مرگ نزدیک شدم فهمیدم که چقدر زندگی با ارزش از خانم فریده. تازه متوجه شدم که چی بلایی سر من آوردم. لطفاً مرا ببخشید. اگر چیزی از دست میآید بگویید. با هم آمنه را پیدا میکنیم خانم فریده. تو از من معذرت نخوای. برو از خداوند معذرت بخوای. از خداوند بخشش بخوای. قلب من قدر کلان است از یک دقیقه صبر کن خانم فریده. تو برای قهرمان کار میکردی همونطور نیست؟ بله. خانم فریده این راه الان پیدا شد. هرچند که از این به شرف خوشم نمیایه و دلم میشکه، اما فعلا به این ضرورت داریم. آقا کمال، من قبلا تو را دیدیم. خب چی شده؟ استاد گفت پدرت تو را میبره. تو واقعا پدر مستی؟ زیاد سوال نکن. حالا کجا میره؟ با دیدن مادرت میره. واقعا راست میگی پدر؟ او احمق بیبی مثلی که تو را ترک نکده باشه دوباره به تو پناه میاره. برش مهم نیست، شرمم نداره. مهم میشه. با زودی میفهمه که تحقیر کردن قهرمان چی معنا داره. بیا خانم، از سلچشم برا بودیم، به تشویش شدیم، فکر کردیم با مشکل گرفتار شدیم. قهرمان میفهمم قبلا باید برات خبر میدادم، اما بسیار یک کار عاجل برام پیدا شد. بعدا توضیح میدم. فعلا در بین مردم گپ نزنیم. باز وقت گپ های ما بشنوید تو هم برام حق میدی. دیگه تنها نمی باشم خانم آسه. گذشته را فراموش کرده. دیگه چیزی برای مهم نیست. با بچه ها خبر دادیم که فردا تو را به خونه تابستانی میبرن. بعد از این اونجا زندگی میکنی. فهمیده شد؟ اما قرار بود پیش تو باشم. گفتی در کنار تو امن میباشم. وقتی که تا قلبم نیستی پس پیش چشمای من بودن نمیتونی. اگر رضایت نداری با دل خود رفته یک جای دیگر پیدا کن. ما همه میتونم برات کمک کنم. حال دیگه برو زود باش. کجا میری؟ همراه ما بیا. اصل برات خبر بد دارم. قهرمان چیری اصلی شناخته. متاسفانه باید بری. این دیگه چی وضعیت هست؟ آمنه در قبر نیست. کسی خواست مرا از بین ببرم. فریدم در تعقیبم است. حال قهرمانم مرا نمیخوایم. خدا میفهمه بعد از چی خواهد شد. خانم آسل، چی شده؟ ما با موتر یک بچه را زدم. بهوش شده. او رو اینجا آوردیم. در اتاق پایین است. حالا قهرمان خبر نداره. اگه خبر شوه بسیار عصبانی میشه. یک خواهش دارم، میشه او رو ببینی؟ بیبی اگه وضعیتش خوب نیست پیش دکتر ببریمش. مرا راحت بان. امروز وضعیت خودم بسیار خراب است. او را موتر زده و مرا قهرمان زده. در سادگی از من منصرف شده نمیتونی. تو عاشقم هستی. باهوش اومده. خوب هستی بچه؟ صدای ما مشنوی؟ حتما شوک عصبی دیدم. صدای ما رو میشنوی؟
خوب است، پس گپ بزن دیگه. حتما گنگه است. درد داری؟ سرش درد میکنه. درست است، برای یک چیز میارم. دوای تسکین دردم هست، اونم برات میارم. صبر کن. حالا که با او شماده رخصتش کو بره. با اون که یک چیز بخورم، مگم وضعیتش نمیبینی؟ بیچاره ترسیده. مادرم در کشتی میایه؟ ما در کشتی سوار میشه. مادرت هم دویده میایه. خوش آمدین آقا شریف. سلام کاپیتان فراد. کاش که برم زنگ میزدین، مهمانم داره آمادگی میگرفت. نخیر فردا حرکت میکنه. یک چیزه بخوردن بیا، بعدا رفتن میتونی. ما میباشم. لازم نه، ما با ای تنها میباشم. مادرم اینجا میایه؟ بیا. متوجه باش. اینجا بشی. دختره، چشمایت باز کن. طرف من قسم سنگ نکو دختر. گپای ما گوش کن. این کاغذ میبینی؟ این قلمام دیدی؟ اینجا نوشته میکنی که تمام مال و دارایی من از نریمان است. حالا زود باش نوشته کن و زیرش امضا میکنی. درست است؟ خون بها میتی. یک دختر 16 ساله را از بین بردی. آمنه نمرد. آمنه زنده است. چطور یعنی؟ نمرده؟ پس کجاست؟ تیشه است، خون است، موی است، لباس است، فقط آمنه نیست. امروز اصل آمده بود. چی؟ کوشش کرد مرا از بین ببره. لاکت آمنه پیش او بود. لاکتی را که ما برش گرفته بودم همیشه همراهش بود. قبرم خالی است. آمنه زنده است. درست است. پس با پلیس زنگ بزن. اگر میفهمی اما زنگ زدن نمیتونی دختره، به خاطر که دروغ است. درست است. تلفن ما بیارید. زنگ میزنم. اگر با پلیس هم زنگ بزنی چیزی حل نخواد شد. تو فریبکار هستی. تو فقط یک فریبکار هستی. ماشینم حتما خودت خاموش کردی. عجله کن. توف بتو. به خاطر 2 لیره چی کارهای خونه میکنی؟ ای چی است؟ لاکت اینجا پنهان کردی؟ به نظر خود مرا فریب میتینی؟ راست میگم. با شریف خبر بدین. درست است. حالا گپا را بان. اینجا نوشته میکنی خون بها. نه خیر، نوشته نکن، فقط امضا کن. من دیگه نوشته میکنم. عجله کن دیگه. این خون بها است. از خون بها نمیتونی فرار کنی. حالا زود باش اینجا امضا کن. شما اینجا چی میکنین؟ لطفاً بیرون شوین. میخواست این کاغذ امضا کنم، مرا خواست. به این خاطر. خانم محترم، شما میخواین چی کنین؟ مریض امروز از مرگ برگشته. لطفاً بیرون شوین. دخترم آرام باش. اما دوباره پیشت میایم. تو را هیچ وقت تنها نمیمانم. حالا باید برم. وقت خوش. خداحافظ. Niye neleri? چرا سوزن پیشکاری ندور انداخته؟ آقا
آقا جوانمردی سوزانو استفاده شده، فقط یک بار استفاده میکنه. بشرم جوابم میده. اگه دوباره استفاده کنیم چی میشه؟ خون یکی است، میکروبم یکی است. یک سوزن باید 4 یا 5 بار استفاده شود تا وقتی که از بین نره. براتون متاسف هستم، پول از جب من میره و شما هیچ به دل نمیسوزونید. درست است آقا جوانمرد. جو باش دیگه. دخترای بیکاره. چقدر کنجوس است. ولی از خدا این چه قسم انسان است. اوف، چراغارم خاموش کرد. فقط که شریک شفاخانه باشه، فقط که این کارا به فایده ایام است. خدا خودش کمک کنه. این دیگه چرا باز نمیشه؟ این کار انجام داده میتونی؟ البته که میتونم. و قدرم مشکل نیست. این تنها کسی است که میتونه به ما کمک کنه. این چشم پتکال او خانه را یاد داره. میفهمم، اما براتون گفتم که او میخواست من از بین ببره. ای بار اگه داخل شوم و پیش او برام بالای من شک میکنه آقا کمال. خواهش میکنم آقا کمال، از این کار منصرف شویم. قبل از اینکه به کسی ضرر برسه منصرف شویم. تو کجا میری؟ من باید به شما یک کار انجام بدم. بچه غیرتی شد. شام بخیر. تو احمق از بین نرفتی؟ تا که خدا نخواهی از بین نمیرم. پس از عقلت کار گرفته، از اینجا برو. قهرمان بیادر عصبانی است بچه. ای بار به دستای خود تو را از بین میبره گفته باشم. ببینین دوستا، هدف من مشکل خلق کردن نیست. با آقا قهرمان یک چیز گفته بیرون میشم. دی روزا مشکل دارم، از قهرمان پول میخوایم. گفتم آقا قهرمان داخل نیست، چرا گپ نمیفهمی؟ پس منتظرش میباشم. رفتن هم میتونی سیدان. حالا دیگه از اینجا گم شو. اینجا چی گپ هست؟ آها ایره بیبی، بچه اندر و دیدن مادر اندر اومده. متاسف هستم که ماها با من زندگی کردی. ما اصل هستم اصل. چهره من ندیدی؟ نام من نشنیدی؟ بیا کمرت گپ بزنم. ینگه قهرمان بیادر خفه خواهد شد. مسئولیتش به عهده من، شما مداخله نکنید. خدا کنه که این بچه بتونه یک کاری کنه. ولی از خدا آقا کمال بیازو با تشویش هستم. درست است، درست است. تو از آمنه خبر داری؟ شاید به تو زنگ بزنه که برش کمک کنی. یک بار میگن مرده، یک بار میگن زنده است. هرچی شدم مربوط من همیشه، اما میخواین مرا متهم بسازن. ما باید از خود دفاع کنم سیداد. من امروز از شفاخانه مرخص شدم، ازش خبر ندارم. دلیل آمدنم به اینجا آشتی کردن همراه قهرمان است. جایی به رفتن ندارم. اوهو متاسف هستم. با مادرت زنگ میزنم. اول تو گپ میزنی، بعد از شنیدن صداش میگی مادر منتظر تو هستم. درست است؟ درست است. کمه برش ناز کن.
بگو پشتت بسیار دق شده. فهمیدی؟ راستش میخواستم بگویم اینجا باش، اما اینجام زیاد بیروبار است. هرچند قهرمان آدم خوبه است، اگر بخوایی تو را میبخشم. بار آخر بعد از بخشیدن کم بود که ما را از بین ببره. او در چای ما زهر انداخته بود. بله؟ مادر جان